ماشینتون چی بود اون موقع که میگین BMW 520 آی شرابی یک دونه بود فقط تو مشهد. هر ماشینی که میومد تو مشهد باید یه دونه می بود. من به غیر از برم چیزی نمی پوشیدم. من به غیر از رستوران لاکچری جایی نمی رفتم. من دوبار توی اون زندگی خوشگل خودکشی کردم. من آقای قاسمیان مالم خوب بود، حالم خوب نبود. زندگیم خوشگل بود مثل زندگی خیلی از شما. چرا سر تکون میدید؟ شما هم همینطور، شما هم دنبال همینین. شما هم دنبال اینید که پولاتون رو زیادتر بکنید، بعد خونه هاتون عریض‌تر بشه، نمای خونه هاتون خوشگل بشه. من ته آرزوهای شما، من آخر آرزوهای شما، من رفتم.